خب سلام و درود دوباره خدمت شما همه عزیزان محترم. خوشحالم که فرصتی به دست داد و میتونیم جلسه سوم این دوره رو شروع کنیم. در دو جلسه قبلی در باب چیستی شبکه‌های اجتماعی و اون حوزه‌ای که الان داره به بررسی اینا میپردازه صحبت کردیم. یکم از تاریخش گفتیم، گرانوبتر رو معرفی کردیم، لی رو معرفی کردیم، یک سری نکات جنبی رو ارائه کردیم، دستاوردها رو گفتیم، تاریخش رو گفتیم، از کجا شروع شده و به کجا رفته. حالا چون دیگه خیلی زیاد میشه من از اینا خیلی سریع گذر میکنم و مستقیما وارد جلسه سوم این دوره میشم که همون داده و روش تحقیق در تحلیل شبکه‌های اجتماعی. حالا من برم اسلاید بعد. خب چیزی که ما تا الان از شبکه‌های اجتماعی باز کردیم و مطرح کردیم، حالا نمیدونم تا الان چقدر بهش توجه کرده باشید، به طور خیلی ضمنی بر روی جمع‌آوری داده‌های زیاد، یعنی زیادی کمیت نسبیه، کم شاید از اینجا مبهم باشه وقتی اینجوری میگیم، بر روی جمع‌آوری تعداد زیادی داده اطلاعات خام بنا است که ما بتونیم اینها رو با یک سری اصول به هم وصل کنیم و یک تصویر بزرگ بسازیم و اساساً با چند تا مسابقه و چند تا نمیدونم رگرسیون گرفتن نمیتونیم یک ساختار اجتماعی رو در بیاریم و ببینیم توش چه خبره که بتونیم کارهای لازم رو انجام بدیم. البته خیلی جالبه، از اون ورم به دست آوردن اطلاعات مرتبط به این کار خیلی سخته. یعنی قشنگ شما حس میکنید چرا باید یک حوزه نوین باشه، نمیشه یک چیز دم دستی سری باشه که چه میدونم همزمان با امیل دورکیم رشد کرده باشه، یه چیزی که نیازمنده پایگاه‌های اطلاعاتی گسترده و حالا آگاهی‌های مختلفه. اینجا براتون نوشتم پیشرفت‌های آتی زیادی از پایگاه‌های داده جدید دیده میشه. این پایگاه داده دیتابیس خیلی نقش جالبی داشته توی گسترش این حوزه. حالا من بدون فوت وقت یک راست میرم سر اصل مطلب و میگم آقا اگر من فردا بخوام یک تحلیل SNA رو شروع کنم، چه ساختارگرا چه مسئله گرا، با توجه به اون ساختارگرایی و فرمالیسمی که معرفی کردیم توی جلسه اول، سه تا روش دارم. یه روش چهارم هم اضافه میکنم بعدن این زیر می نویسم. روش اول پرسشنامه است و اینجا هم عرض کردم خدمتتون اندرکنش مستقیم با جامعه هدف. پرسشنامه وضعیتش معلومه چجوریه و زیاد توضیح احتیاج نداره، من تاکید رو میخوام فقط ببرم اینجا رو اندرکنش مستقیمه. دوستان یک آزمایشی هست در فیزیک نوین، آزمایش یانگ اسمش هست تا جایی که میدونم، و در مورد خاصیت دوگانه الکترونه. حالا چیستی این آزمایش بماند، نتیجه که از این آزمایش فیزیکدان ها گرفتن اینه که وقتی شما به یک الکترون نگاه میکنید شبیه یک ذره رفتار میکنه، ولی وقتی نگاهش نکنید نتایجی که به جا میذاره به خاطر رفتارش شبیه موجه. یعنی انگار اندرکنش تراکنش کنه تعامل ارتباط مستقیم گرفتن که جامعه هدف شما بدون شما دارید روش حرکتی میزنید و میخواید بررسیش کنید، دی تغییر رفتاری ایجاد میکنه که تو پرسشنامه این قضیه زیاد به چشم میخوره. یعنی حالا جلوتر راجع به مشکلاتش صحبت میکنیم به کنار، این قضیه که شما مستقیما دارید میگید آقا شما با کی در ارتباط هستی، با چی کار دارید، چه ارتباطی دارید، مردم خوششون شاید نیاد و حتی نتونن به درستی ارزیابیش کنن تو اون لحظه. مثلا این پرسشنامه ها رو باید خیلی با احتیاط استفاده کرد، نه اینکه کلا باطل باشن و بخوایم ردشون کنیم، اما این کیس رو من خودم مثلا سر یه پروژه مال درس جامعه شناسی بود رفتم انجام دادم و دیدم چقدر که من بخوام از مردم مستقیما سوال کنم، حتی اگر طرف آماده کنم، دردسر زیادی ایجاد میکنه. پس این روش رو ما کلا میذاریم برای بحث‌های ساختارگرا که آقا من اصلا الان میخوام بیام یک مسئله رو بررسی کنم، مثلا نوجوانان چند تا دوست دارن چجوری باشون در ارتباط دارن، اما همیشه این قضیه اعوجاج تغییر جامعه باید تو ذهنمون بمونه. روش بعدی مشاهده است که البته یکم
حالا ضد شهود بکنم میگم کانتر اینتویتیو این حرف که ما یه چیز انتزاعی به اسم شبکه، حالا این بدخطی ما از دیده بر علت شده، یک چیز انتزاعی به اسم شبکه اجتماعی رو خب من چجوری میتونم ببینم؟ یعنی چی که کسی بیاد یک شبکه برق رو نگاه کنه و یه سری سیم دیگه هم وصله، چه خاصیتی میخوایم در بیاریم؟ خب این حرف درسته، من این نقد رو وارد میدونم. ما وقتی که به مشاهده یک شبکه میپردازیم، حالا اون مطالعاتی که من بیشتر دیدم یک وروده به داستان. یعنی شما وقتی دارید مشاهده میکنید، بذارید اینجوری بگم، یک اسب رو در نظر بگیرید. خب به صورت، اگه از دیدگاه متریالیستی بهش نگاه کنیم، به صورت ماده گرایانه بهش نگاه کنیم، مجموعه از سلول هاست که کنار هم قرار گرفتن، بافت تشکیل دادن، بافت اندام و اندام حالا دستگاه و دستگاه جاندار رو تشکیل داده. خب وقتی من میخوام خاصیت دویدن این اسب رو بررسی کنم، همه اینها باید با هم کار کنن، به علاوه حالا اون اثرات محیطی آموخته هایی که در ذهنش داره، تا بتونیم ببینیم دویدنش تحت شرایط مختلف چگونه تغییر پیدا میکنه. من نمیتونم اینجا بیام و اسب رو تشریح کنم و از اون تشریح کردنه بفهمم خب این چجوری میدوه، چون معنی نمیده. دویدن یک خاصیت تجمعی از آموخته ها، یعنی گذر زمان، تاثیرات محیطی به علاوه حالا اون بخش فیزیکی جان داره. توی مشاهده هم اینجوریه، یعنی یک سری چیزها رو شاید ما نتونیم بیایم و با حالا بگیم کار تشریحی، کار تشریح به معنای پزشکی دیسکشن در بیاریم و آشکار کنیم، یا مثلا با رویکرد ساخت فرمالیست شاید نتونیم بیایم و یک سری چیزها رو آشکار کنیم توی اون جامعه هدفی که داریم. مشاهده یعنی همه این عوامل کنار هم قرار بگیرن و اون نتیجه نهایی رو ببینیم که در نهایت چجوریه. یعنی یک عزیز فرمالیست مثلا اومده پیش بینی کرده توی مقالهش که آقا در یک جامعه‌ای که چنین ساختاری دیده بشه، مثلا چنین درجه بالایی برای یکی تعیین بشه، این مسائل ممکنه پیش بیاد. شما میری مشاهده میکنی میبینی آقا نه، هم چیزی نیست. یعنی خاصیت تجمعش در هم پارامترهایی که تعریف کرده اون دوست عزیز ما توی حالا دفترش تو دانشگاه، با اون چیزی که در عمل ما میبینیم زمین تا آسمون فرق میکنه. مشاهده میگه آقا بیا نتیجه نهایی رو ببین، اصلا برای من توصیف کن چه خبره هست، چی شده، چرا اینجوری میشه، گذر زمان چی جوری روی این سیستم ها اثر میذاره. من تاکید رو دوباره اینجا روی این آشکار کردن خاصیت های تجمعی میذارم، یعنی هم قضیه 2 به علاوه 2 نمیشه 4 میشه 3 یا 5 و این رو به اون ارجاع میدم. خیلی جالبه توی کارهای ما مداوم این 2 به علاوه 2 میشه 3 یا 5 تکرار میشه و حالا این حاشیه است، ولی احساس میکنم خیلی از نقدهایی که به مشاوران کسب و کار و مالی و نمیدونم این مدیریت خونده‌های ایرانی و اقتصاد خونده‌های ایرانی وارد میشه همینجاست که این خاصیت‌های تجمعی رو به خوبی درک نکردیم و در توضیحاتمون لحاظ نکردیم. شاید لازم باشه اینجا یک چرخشی انجام بدیم و با این دیدگاه بهش نگاه کنیم، و این یعنی که مثلا از تقسیم جامعه ایران به بخش‌های کوچیک‌تر و بررسی اونها رو برهم کنش اونها رو بررسی کنیم، بپرهیزیم و مثلا بریم تو بازار بشینیم نتیجه نهایی رو نگاه کنیم و بعد بر اساس اون عمل کنیم. حالا من زیاد واردش نمیشم، ولی خب یه تریبون خیلی کوچکی در اختیار ماست که ما هم حرفای درونمون رو بیان کنیم. مورد سوم متأخرترین حالت پایگاه‌های داده است که به دست ما رسیده. من خودم حقیقتش از منظر فنی نمیتونم ادعای خاصی داشته باشم و وارد این داستان بشم، اما وقتی شما توی سرچ گوگل، نمیدونم حالا میدونید یا نه، شما میتونید دیتا سورس های مختلفی رو توی گوگل سرچ کنید، یه موتور سرچ جدید براش تعریف کرده، در میاره اینها رو نگاه میکنید، معلومه که سطح جدیدی از جمع‌آوری داده در جهان شکل گرفته
و این داده ها در یک شرایط خاصی ضبط میشن، جلوتر بهش میرسیم، که خیلی جالبن. یعنی یه پرسشنامه ای نیست، اینا رو مثلا طرف واقعا حواسش نیست و این داره جمع میکنه، در حالتی که خود فرد حتی آگاه نیست اصلا نمیتونه بهش فکر کنه. این داده ها میان و درهای تازه‌ای برای ما باز میکنن. این نکته جالب این مطالعات آماری و داده های مجازی. خب یکم توی روش ها غور کنیم ببینیم چی میشه. خب این کیس بدیهیه، میتونه چند گزینه‌ای یا تشریحی باشه. من پرسشنامه اصلا این افزونه رو میچسبونم که آقا شما میتونید مصاحبه هم بکنید، یعنی پرسشنامه شفاهی و حالا ریسپانس های عاطفی، اینها رو هم توی ذهنتون نگه دارید که چه خبره. فرقش با مشاهده اینه که شما تو مشاهده فقط میبینید و حق ندارید برید بپرسید از یارو که آقا چرا این کاری کردی. تو مصاحبه یک اندرکنشی، یک تعاملی بین حالا کسی که داره بررسی میکنه، نمیدونم پژوهشگر و اون جامعه هدف برقرار میشه. پاسخهای سالت اما ممکن است متغیر بوده و در یک قالب نگنجد، عیبی نداره، شما تبدیلش میکنید به یک سری گزارش‌های شفاهی که اینا اتفاقا حالا اون توی که من بلدم این سایت خوبی رو میتونم بدن. در واقع شما میتونید معنی سنجی شاید بهش بگیم انجام بدید و ببینید آقا فلان عمل چه معنی برای این جامعه میتونه داشته باشه. من وارد بحث معنی نمیشم، احساس میکنم جالب نقطه خالی در ذهن شما داره ایجاد میشه که آقا معنی یعنی چی. من فقط یک چیز ریزی میگم و رد میشم که چرا داده شاید نتونه به خوبی اینجا رو پوشش بده، داده های کمی، پژوهش های کمی. عزیزان این فضا رو من باز کنم. اگر مغز انسان از 2 نیمکره تشکیل شده باشه و حالا یک سری بخشای میانی، این به عنوان یک مدل از مغز بپذیرید لطفاً. خب این یک سیستم عصبیه که نورون ها به این فرم مثلا در هم تنیده شدن. بعد مثلا حالا لیبیدویی که داره از اینجا وارد میشه و از اینجا به یک عملی تبدیل میشه، همیشه از یک مسیر نمیاد، بعضی وقت از مسیر یکی، بعضی وقت از مسیر 2. این اختلاف مسیرها رو میشه بهش گفت تفسیرهای مختلف که از یک عمل ممکنن، از یک عمل میتوانیم استخراج کنیم. حالا این حرف یعنی چی؟ یه بار این مسیر، این مفهوم، این معنی، این هدف به این عمل منجر شد و یک بار این مسیر و این هدف و مفهوم به این عمل منجر شد. خب توی جامعه مثلا 10 نفری اگر یک اکت رو، یک کنش رو حالا بیان و حالا به صورت خیلی همسانی انجام بدن، با فرض همسانی انجام بدن، ما ممکنه 10 تا تفسیر مختلف داشته باشیم و اینها رو داده در نمیاره برای ما. یا حداقل من نتونستم جایی ببینم که بتونه تفسیر این قضایا رو به هم نشون بده. رویکرد داده محور همونطور که گفتم رویکرد تشریح کردن، یه دیسکشنه. جامعه رو بخش اون حالا جامعه که لزوما اون نمونه مورد هدف رو بخش‌های کوچیک‌تر تقسیم کنیم و از این جهت بررسی کنیم. وقتی تشریح میشه یک سری چیزها رو دور میریزیم. اینا همون چیزایی که دور ریخته میشن و این پرسشنامه‌ها برای ما اینها رو آشکار میکنن. حالا توی گزینه بعدی هم من اینو پاک بکنم، دوباره برگردم سر اصل مطلب. متاسفانه این قلم نوری ما اجازه نمیده همه رو اینو با هم پاک کنیم و مجبورم یکم کند رفتار کنم، ببخشید شما. من در ادامه گزینه بعدی هم اونجا گفتم افراد ممکن است به یک سوال 2 پاسخ مجزا در زمانهای مختلف بدن. این همون قضیه تفسیریه که شما آقا میتونید تفسیرهای مختلف از یک عمل رو با پرسشنامه از جهات مختلف در بیارید. در تعداد سوالات بالا خستگی بالا ایجاد میکند. این خستگی در واقع همون ناشی از فکر کردن و تصمیم گیریه. یعنی حالا نمیدونم دوستان چقدر با علوم رفتاری یا کلا بحث‌های شناختی آشنا هستن. شما با این مدل ذهنی جلو برید که آقا ما به عنوان موجودات خودآگاه
یک مغزی داریم. حالا دوباره من این مدل رو رسم کنم. این مغز میاد و یک سری تصمیمات میگیره و اینو میاد در فرایند نهایی خودش به ما، یعنی همون صدایی که الان داره تو ذهنمون حرف میزنه و جهان رو آنالیز میکنه، ارائه میکنه. حالا به قول دکتر فروید ایگو به این ارائه میکنه و ایگو میتونه تصمیم بگیره که این رو بپذیره یا رد کنه. یعنی نمود اراده آزاد در انسان این رد کردن یا تایید کردن است، نه این تصمیم گیری کار مغزه. حالا با دونستن این نکته، با علم به این نکته، شما وقتی میاید و یک فرد رو مثلا 10 تا سوال، حتی نمیگم 20 تا 30 تا 40 تا 10 تا سوال هم جلوش میذارید که آقا فکر کن اول اینو جواب بده، این بنده خدا خب میاد سوال اول جواب میده، بعد مثلا باقی مونده های فکر کردن سوال 1 میاد روی سوال 2 اثر میذاره، بعد 2 قاطی میشه با باقی مونده های سوال 1 میاد روی سوال 3 اثر میذاره. مشکلات توی پرسشنامه هست. واسه همین اگه میخواید عمقی کار کنید، مثلا 3 تا سوال چند روز مختلف انجام بدید و اگه لازمه اول با یارو صحبت کنید فضای ذهنش ایجاد بشه برای اینکه بتونه این کار رو انجام بده. من معمولا مثلا میخواستم چند تا 2 تا 3 تا پرسشم تو پروژه جامعه شناسی انجام بدم، مثلا 1 دقیقه با فرد صحبت میکردم، گفتم اول اون سری قبلی توی حافظه کوتاه مدت رو بذار کنار، بعد به سوال من جواب بده. حالت هیجانی افراد خب معلومه چه جوریه، نیاز به توضیح نداره، فقط اینکه اون ادراک فرد نسبت به خودتون رو هم در بیارید. یعنی اگه کسی از شما بدش بیاد یا حالا اوکی نباشه، کلا یک قضیه‌ای باشه که راحت نباشه با شما، اینم روی پرسشنامه موثره. چیز خاصی نداره، فقط همینو به نظرم میگفتم و ازش رد میشیم، وارد مشاهده میشیم. خب مشاهده یه سری خواص داشت که راجع صحبت کردیم. مهمترینش این بود که ما میتونیم یه جورایی بدون اندرکنش، بدون تعامل با جامعه هدف یک سری اطلاعات رو در بیاریم. اما اولین مشکل در همینجا در میاد که دسترسی به یک گروه مد نظر میتواند دشوار باشه. حالا گذشته از اون، حتی اگه دسترسی هم داشته باشیم، رسیدن به اون رفتار، دیدن اون رفتار به طور مداوم شاید ساده نباشه. حالا مثلا مثالش اینه که ما میخوایم ببینیم تأثیر اجتماعی بودن یک فرد روی احتمال دزدی اون فرد چی جوریه. خب اینو مثلا نمیشه مشاهده کرد و اصلا نمیشه ثبتش کرد. حالا گذشته از مسابقه تو پرسشنامه هم شاید حتی یارو اینا رو نیاره و در نهایت مجبوریم از یک سری داده‌های دیگه استفاده کنیم. نکته دوم خیلی دوباره هم پادشودیه که آقا تحت مشاهده ممکنه رفتار تغییر کنه. خب ما الان گفتیم مشاهده واسه اینه که رفتار تغییر نکنه. این علتش اینه که آقا اگه طرف یهو آگاه بشه، شما دارید میبینیدش، در ثانیه عوض میشه، یک سری کارهای دیگه ای میکنه و این علم که تو اون فرد میمونه و توی اون حالا شبکه‌ای که قرار داره اگه پخش بشه، اصلا کلا بازی عوض میشه. یعنی خب شما آمادگی ایجاد نکرده بودید برای اینکه افراد اینو بپذیرن، شما دارید مشاهدهشون میکنید، بعد خب شاید هم خوششون نیاد اینو یک نقض حریم شخصی بدونن، به محض اینکه مشاهده هم آشکار میشه و آگاه میشن به اینکه شما دارید اینا رو میبینید، رفتارشون رو عوض میکنن. یک بخش دیگه از مشاهده اینه که آقا شما نویز دارید. به حال ذهن شما محدوده، دامنه توجه شما محدوده و مجبورید یک بافتی از رفتارها رو ببینید تا اون رفتار اصلی رو مشاهده کنید. این نویزهایی که وجود داره ممکنه یک سری اثرات هیجانی و عاطفی در شما بذارن و نذارن که به خوبی تصمیم گیری انجام بدید و نتیجه گیری بکنید. مثلا شاید یک شخصیتی رو، اینجوری من بگم، من 2 تا فرد A و B رو در اینجا دارم و میخوام اینها رو از منظر برونگرایی آنالیز کنم ببینم چه خبره. فرد A نسبت فرد B عاطفی تره و بیشتر شاید صحبت کنه، بیشتر هیجان نشون بده. خب ممکنه این حجم بیشتر، حالا میگن ایموشنال لیبری که داره، بار عاطفی که داره، توجه منو بیشتر جلب کنه و با اینکه این فرد مثلا با 10 تا انسان 10 دقیقه وقت میذاره و این فرد هم 10 به 10 وقت میذاره، این فرد رو برونگراتر تشخیص بدم. خب این ما رو به آشیل میبره. میگن همه رفتارهای دیده شده به این
فرایند پژوهش ربطی نداره. یکی از مشکلاتش اینجاست که شما باید حواستون باشه. حالا یه مود بالاترش، یک لول بالاترش اینه که آقا شما ذهنیتتون هم بیاید تو این داستان دخیل کنید. همون مثال قبلی رو اگه در نظر بگیریم، این طرف مثلا مال کشور فرانسه است، این طرف مال کشور مثلا آرژانتینه. بعد مثلا من بازی فوتبال رو داشتم میدیدم، آرژانتین قهرمان شده، از آرژانتین بیشتر خوشم میاد، خواص این رو مثلا از جهاتی بهتر و بالاتر ارزیابی میکنم، در که این دوتا شاید تفاوت معنادار نداشته باشن. این هم نمونه از دخالت ذهنیت مشاهده‌گر هستش. و اینکه حالا اینو کیسو شاید زیاد ما باهاش برخورد نکنیم در عمل، بودجه‌ای که واسه مشاهده تعریف میشه و هزینه‌ای که لازمه خیلی زیاد هستش. حالا ما میخوام مثلا مثالای عینی‌تر براتون بیارم. گروه‌های تحقیقاتی که میرفتن در جنگل‌ها و سعی میکردن، الان هم میرن گزینه‌ها رو بررسی کنن، آنالیز کنن، حیوانات رو بفهمن. خب چقدر بلیت میخواد، چقدر متریال میخواد، چه کار مختلفی باید بکنن، باید جابجا بشن داخل اون شهر. این جور داستان‌ها مشاهده رو در حالا اینم اضافه کنم، مشاهده هم یک جوریه که شما نتیجه‌ای که میگیرید یکم ممکنه بحث برانگیز باشه، اون چیزی که میخواید در نهایت نباشه، یعنی یه چیز ملموس و عینی نمیذاره جلوی دست که بتونید بقیه رو اقناع کنید باش. بعضی وقتا ممکنه به جواب نرسید. از این جهت مشاهده ها رو خیلی ممکنه راحت دید بدی نسبت بهشون پیدا کنن، در میتونیم اینجوری بگیم. بعضی وقتا این مشاهده چون باید مستمر باشه و شما نمیتونید همیشه تو اون رفتار اصلی بیاید و قضیه رو نگاه کنید، یک حسی رو در اون کسی که داره بودجهش رو میده ایجاد میکنه که این آقا، این خانم داره انگار بازی میکنه و الکی میره با اینا حرف میزنه، خوش میگذرونه، این کار رو میکنه، اون کار رو میکنه، هیچ نتیجه خاصی شاید برای من نیاره. مشاهده برای مشکلات رو داره و باید حواسمون باشه که این روشی نیست که بتونیم شاید خیلی بلند مدت ازش استفاده کنیم. قضیه ذهنیت هم که میاد داخلش قرار میگیره، خیلی نتایج مشاهده‌ای رو حداقل بگیم بحث برانگیز میکنه، کم سست میکنه. تو تاریخ هم اینا رو میخونید، مثلا راجع به هرودوت یه سری حرفا میزنم، این آقا مثلا بایاس داشته این حرفا رو زده، سوگیری ها رو داشته، راجع به ایرانی اینجوری صحبت کرده. به هر حال هر روشی خوبی های بدی هایی داره و اینم جزو حالا نکات منفی در این حال شاید مثبت مشاهده است که شما مدام باید در جامعه در ارتباط باشید با اون نمونتون و این مثل یک شمشیر دولبه رفتار میکنه. اما آخریش که حالا من بیشتر تو تحلیل شبکه‌های اجتماعی مجازی دیدم و جالبم هستن، یعنی یک قناع خاصی داره این تحلیل شبکه‌های اجتماعی مجازی که مثلا چی بگم، مثلا حوزه‌های دیگه شاید به اندازه نداشته باشن و این به علت وجود داده‌های خیلی زیاد خام، داده‌ای که به صورت ناخودآگاه جمع شدن هست و به این حالا داده‌های مجازی، داده‌های آیوتی رو هم کم کم دارن اضافه میکنن که میتونیم بگیم داده‌های فیزیکی هن. این خاصیت دنیای مجازی داره به دنیای فیزیکی هم سرایت پیدا میکنه. من وارد بحث فنیش عرض کردم، زیاد نمیتونم بشم، فقط این آیوتی رو خیلی دوست داشتم اینجا برجسته کنم که این بچه‌هایی که میخوان کار کنن حواسشون به این قضیه باشه. داده‌هایی که از اپلیکیشن‌های سلامت داره در میاد، نمیدونم اپلیکیشن‌های تنظیم عادت داره در میاد، خیلی چیزای این چنینی داره در میاد. اینا درهای تازه‌ای رو دارم برای ما باز میکنم و داخل سازمان‌ها مثلا من میذارم. من یک شرکت مشاور مدیریت هستم، میخوام که یک آنالیزی بکنم از ساختار یک سازمان. این جمع‌آوری داده غیر مستقیم و ناخودآگاه رو هم میتونم تو روشام اضافه کنم، مثلا یک سری شی بدیم به همکارا، نمیدونم مثلا سنسور بدیم مثلا به خودشون ببندن یا حالا کار دیگه بکنن، هرچند اولش طرف این قضیه آگاه ممکنه یه سری کارا رو انجام نده، اما مثلا بعد 2-3 روز که طرف عادت میکنه حواسش نیست، میتونیم نویزا رو جمع کنیم و این اطلاعات خیلی خوبی رو برای ما به ارمغان میاره. گذشته از داده‌هایی که اینجا مطرح کردم،
گزارش های تفصیلی اینجور داستان هم تو مستندات میذاریم. این گزارش ها یه چیزی بین مشاهده و حالا مصاحبه هستن، روش تعامل مستقیم. یکم با احتیاط باید اینا رو استفاده کنید، مخصوصا که از یک نفر دیگه به شما میرسه و ذهنیت اون هم درش دخیل میشه. یعنی اینکه خاصیت خلوص کافی رو شاید نداشته باشه و میگم باید دوباره در استفاده از اینا احتیاط کرد. پایینی هم مثل همون بالایی، فقط میخواستم ایده بدم که گزارش ها و اخبار روزنامه ها میتونید استفاده کنید. کلا ژورنالیست ها، کسایی که کارشون اینه که از جمع‌آوری داده ارتزاق کنن هم و تفسیرش ارتزاق کنن هم به درد شما میخوره. خب من به نظر همینقدر کفایت میکنه. حالا بحث های فنی جمع‌آوری داده و سمپلگیری و اینجور چیزا رو من دیدم توی تحلیل شبکه‌های اجتماعی. حالا تو اسلاید بعدی بهش میرسیم. یک نکته‌ای هست که آقا وقتی من میخوام یک شبکه رو بررسی کنم، میخوام ساختارش اون شبکه رو در بیارم، این سامپلینگ، نمونه گیری شاید نتونه یک سری موارد رو آشکار کنه. یعنی من میخوام ساختار در بیارم، تصویر رو ببینم، بعد بخوام به صورت محلی، به طور مثال اصلا فکر کنید یک شبکه خیلی گسترده تر از این اصلا هست، من بخوام به صورت محلی از این نمونه گیری کنم، اصلا نمیدونم اون چیزی که در میاد در نهایت به درستی بازتاب میکنه ساختار این شبکه رو یا نه. حالا برای بررسی ایگو نتورک ها این نمونه گیری چیز جالبی میتونه باشه، چون اینجا ساختار دیگه تعیین گر نیست، برای ما مهم نیست کی با کی در ارتباطه و اون به اصطلاح یال ها چجوری بسته شدن. اینجا میخوایم خاصیت هر نقطه رو بررسی کنیم، ولی یال ها رو با کارهای آماری نمیشه انگار به راحتی بررسی کرد و ما در نهایت روی همون مدل های ریاضیاتی، چیزایی که ذهنی که خودمون میسازیم، البته با یک اصولی باید ما رو بدیم. این نکته رو تو شبکه‌ها باید داشته باشید. حالا این هر جا که خاصیت‌های نسبی میاد وسط، کم مسائل برای مطرح میشه. حالا با روش رگرسیون ساده هم نمیتونیم یه سری رو در بیاریم. خب اولین گیری که اینجا مطرح شده دشوار بودن صحبت کردن با تمامی افراد یک شبکه است. این هم به طور ضمنی داره میگه که ما نمیتونیم همیشه روی سامپلینگ ما رو بدیم و اون بریم جلو. مبهم بودن برخی از تعریفات مانند دوستیه، اینو دیگه خودتون میدونید تفسیرش رو من لازم نیست واردش بشم. اما گزینه سوم این چیز جالبیه، وجود برخی از ارتباطات که در داده ها بازتاب نمیشه. حالا گذشته از اون خطاهای قبلی که مطرح شد، یک سری چیزها رو مردم اصلا شاید متوجه نشن که بخوام به شما منتقل کنن و این میتونه یک سری مسائلی رو ایجاد کنه، تحلیل شما رو به قهقرا ببره و اگر روش بخواید استراتژی انجام بدید، یک خطای بزرگه، یک سری داده ها رو برای شما آشکار نمیکنه. حالا مثالش چیه؟ میگه که آقا شما در روز مثلا با چند نفر انسان در ارتباط هستید، بعد مثلا طرف میگه روز 10 نفر، بعد تعریفش از ارتباط چیه؟ مثلا باشون 100 کلمه صحبت کرده باشید. بعد میرید نگاه میکنید، میگید که آقا برای این اساس مثلا در این جامعه مردم خیلی ممکنه اشتباهی نباشن. بعد میرید نگاه میکنید مثلا تو این جامعه که بررسی کردید ارتباطات شاید بیشتر چه میدونم فیزیکیه، چشمیه و نتونستید به خوبی این نمود رو، این تصویر رو در تحقیقتون آشکار کنید و این نتیجه گیری اشتباه کردید، حالکه این جامعه خیلی هم شاید اجتماعی باشه ولی به اون فرمی که شما فکر می‌کردید رخ نمیداده. مبهم بودن مرزهای هدف رو هم، گروه‌های هدف رو هم بخوایم درست تفسیر کنیم، روی مبحث کلیک خیلی بیشتر آشکار میشه که اونجا میخوایم گروه‌های دوستی رو تعریف کنیم، نمیدونیم آقا کجا این گروه تعریف میشه. مثلا میخوایم ببینیم درگیری بین گروه‌های دوستی در داخل دبیرستان‌ها چیه. حالا نکتهش اینجاست که آقا ما چجوری گروه‌ها رو از هم جدا کنیم، چون کسی که تو گروه A عضو ممکنه تو گروه B هم عضو باشه، نمیتونی جلوش رو بگیری یا مثلا بگی نه شما فقط تو این گروه باش، تو اون گروه باش. به هر حال بین اینها داره یک سری یک جریانی از جابجایی منابع و داده وجود داره و این خودش رو تو این حالت‌ها بازتاب میده. یعنی الان من مثلا
3 تا گروه دارم اینجا و چند نفر مثلا بین این گروه ها مشترکن دوستن. خب بالاخره اینها از هم جدان یا به هم وصلن؟ چجوری میخوای اینو تعریف کنی؟ اینا توی تحقیقات بهش برخواهید خورد و میتونه شما رو بعضی جا اذیت کنه. حالا جلوتر میخواستم بهتون بگم، متاسفانه الان هیچ راه حلی هم ندارم بهتون ارائه کنم واسه این مشکل. با توجه به تحقیق باید جلو برید. نمونه گیری با هم همین الان براتون گفتم مشکلش چیه و چیز تازه‌ای نداره. فقط نمونه گیری گلوله برفی رو یادتون باشه، اینو میشناسید، مثلا نیازی به توضیح هم نداره. وقتی با کسی مصاحبه میکنید یا پرسشنامه‌ای بهش میدید، مطابق به یک قاعده‌ای، حالا یا میگید خودت معرفی کن یا مثلا اگر با 3 نفر در ارتباط هستی ما رو با اونها آشنا کن، اسم ما رو به اونها بده که ما با اونها هم بتونیم صحبت کنیم. این خیلی سریع میتونه گسترش پیدا کنه به صورت نمایی، هرچند که شکست ممکنه توش زیاد باشه. یعنی از هر 10 نفری که مصاحبه میکنید 30 نفر بعد 900 نفر بعد 27,000 نفر نمیشه. خیلی این وسط با شما همکاری نمیکنن. اما همین نفوذی که در داخل شبکه انجام میدید و تا یه جایی، تا یک لاینجی میتونید برید. تا جایی که دیدم، حالا نمیتونم بگم خیلی مرجعیت دارم، همونم کارساز بوده انگار که همچنان میان این نمونه گیری رو، این روش رو در صحبت ها معرفی میکنن. من یک تاکید دیگه ای دارم که تحلیل شبکه‌های جمعی به ساختار کلی میپردازه و ساختارهای کلی از جمع صرف اشیای تشکیل دهنده، المان‌های تشکیل دهنده به وجود نمیان و این روش تحقیق رو در SNA یکم سخت میکنه. این یکی از علت‌هایی هستش که شاید SNA خیلی انتزاعی به نظر بیاد و بچهای علوم کامپیوتر و اقتصاد و اینها بیشتر میان مدل سازی میکنن و اون برای ما میتونه جذابیت بیشتری داشته باشه. من اینو نقطه ضعف نمیدونم، حالا شاید خیلی بیان بگن و ادعا کنن SNA یک ابزار خیلی تخیلی و غیر کاربردیه. خب من اینو الان چیکارش کنم؟ من کجا میتونم ببرمش و اینو بخوان ارزش شدایی کنن، داونگرید کنن؟ من فقط اینو میتونم بگم که روش‌های فناوری ما، روش‌های محاسباتی و جمع‌آوری داده ما در حال رشده و از سمت دیگه هم به نظرم کلا جوامع، گروه‌ها دارن در مقابل پذیرش داده سنجی بهتر عمل میکنن. افراد جدید بیشتر دوست دارن همکاری کنن توی جمع‌آوری داده و این توانایی‌های ما رو داره بیشتر میکنه. یعنی همزمان که ما داریم روش‌های بهتری و منابع بهتری به دست میاریم برای پردازش داده، اهم از روش‌های جدید جمع‌آوری و ثبت و کوانتوم کامپیوتیشن، اینجور داستان‌ها، خود نمونه‌های مورد بررسی این فرهنگ جهانی هم داره به این سمت به نظر میاد میره که ما راحت تر باشیم و آشکارتر صحبت کنیم. اما باز هم اون نقد قبلی رو من میپذیرم. حالا امیدوارم خیلی حرفم تکراری نشه که SNA میتونه خیلی انتزاعی باشه و این انتزاعی بودنش ممکنه ما رو از واقعیت خیلی دور نگه داره. تو آخرین بخشم اسم یک سری از ابزارهای متداول در این حوزه رو آوردم. اون ناد اکسل افزونه اکسل هستش، پولیه ولی نسخه‌های رایگانش رو من پیدا کردم. فکر نمی‌کنم به راحتی گیر بیاد ولی میتونید به دست بیارید. ابزار خیلی دم دستی ساده است. به نظرم برای خیلی از کاربردها با این سطح از اطلاعات و داده‌ای که ما داریم، همین ناد اکسل کار ما رو راه میندازه و این پایتون آر و یوسینت و پیجک و گفی خیلی، حالا اگه دوست دارید برید دنبالش. من گفی پایتون رو تحت کار کردم، یوسینت هم کار کردم، اما این ناد اکسل بر حسب تجربه‌ای که داشتم کفایت میکنه. یعنی تو اکسل یه فایلی بزنید، مثلا دگریا رو در بیارید، سنترالیتی رو در بیارید، اما شاید کفایت کنه، اصلا به پایتون آر رو هم نرسید. خیلی تاکید دارم رو ناد اکسل اگه میتونید نصبش کنید. بقیه ابزارها معلومن، کتابخونه تخصصیشون رو من معرفی میکنم خدمتتون بعداً اگه لازم شد. گفی رو هم به عنوان یک ابزار ویژوالایزیشن، بصری سازی شبکه‌ها در نظر بگیرید. این هم اگر عمری بود من قول نمیدم، به دلایلی سعی میکنم که چند تا مثال عملی ازش براتون بیارم.
خب این جلسه ما از بقیه سبکتر و ساده‌تر بود. من حقیقتش حالا خودم احساس میکنم زیاد وارد عمق روش‌های نتیجه‌گیری نشدم، مثلا روش‌های پژوهش و جمع‌آوری داده نشدم. نتیجه‌گیریم هم خیلی ساده بود. این رو از من بپذیرید و به حساب حالا گذشته از اطلاعات کم به حساب این قضیه بذارید که من خیلی دوست دارم بیس قضیه در ذهن مشاهده‌گر جا بیفته، مخصوصا که تو SNA حالا تجربه خودم بود که خیلی افراد ممکنه تو ذوقشون بخوره. یعنی شما وارد این حوزه میشید میگید به چیز جالبیه، خیلی از مشکلاتو میتونم در بیارم و باهاش حل کنم، مسائلمون رو برطرف کنم، نمیدونم توسعه ایجاد کنم. بعد میاد اینجا میبینید تئوریاش جالبه و خیلی قشنگه، اما اون جمع‌آوری داده و اون کار تحقیقاتی و این که اصلا به نتیجه اینو برسونید که درآمدزایی بتونه ایجاد کنه، اصلا یه کار سنگینی باش بکنید، حداقل تا جایی که من دیدم، نمیتونم بگم من کل جامعه سن ایرانی میشناسم، میتونه یکم ناراحت کننده باشه. از این جهت همین حد اینها رو بدونید شاید کفایت کنه، حداقل واسه یک دوره آشنایی. بعدن تو اون زیر مجموعه های تخصصی خودتون امیدوارم که بتونید اطلاعات کافی رو به دست بیارید و این حالا این قمر رو میخوام منتقل کنم، نمیتونم این توزو خوردن من رو ازش اجتناب کنید. من دیگه بیشتر از این صحبت نمی کنم. حالا اگر تونستم بحث‌های آزاد SNA بعداً ضبط میکنیم که تو اون جور مسائل رو بیشتر بررسی میکنیم، چرا سری جاها رو کم میگم سری جاها رو زیاد میگم. من خداحافظی میکنم و امیدوارم این جلسه براتون مفید بوده باشه و جلسه بعدی ما هم در باب مفاهیم معیار و شاخص هاست که احتمالاً طولانی ترین جلسه هم بشه، شاید 2 تا بکنمش و در نهایت هم ازتون خداحافظی میکنم. ممنون و تا دیدار دیگه، بدرود.